مرحمت. یک نامه آوردم. با کی آمده است؟ داملای مسجد. و مسجد رفتم نبود. خونه‌اش رو نشون دادم. من باشم به اینجا آمدم. خوب کردید، من میگیرم. تشکر زیاد. در اینجا امضا میگذاشته؟ البته. تشکر زیاد. روز بخیر. روز بخیر. این برای داملا زیاد است کو؟ از می بلوتش کیست؟ داملا از می جونای کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا استغفر الله. از یک تاش میگریزی. یکی دیگرش از بشه نبرد. نبرد راه گذرد. بس از آخر. نه آخر. اما آدم نیست به فکرم. همون است. همون نیست. یگان خطا شدگیست. چه خیل شد و این خیل راست گرفتن؟ دین شب هم عجایب بود. عجبا به این دختر چی شده باشه؟ آخر تنها گپ زنم باورم می آید، اما بر بالای این شوخی کرده ایستادن. توبه کردم. هیچ چیز رو نمیفهمم. اما بین چشمانی مادرم باسی و بسوی موست. خیلان ها هم چی کنن؟ با این خیل گپ زنی ما عادت نکردند آخر. بله، از سبب اون که تو دوی ما با من زید می برآمده، حالا بسیار در حیرت موندن. من هیچ از نظر جدا شدن نمیخوام، اما رفتنم لازم است. در بیمارخانه بیماران انتظارم. میرو خواهرم، آخر من در اینجا. اما التماس به یگان جا نرو میلش. بیتول آخر با کجا هم میرفتم. 5 وقت در مسجدم. اکنون میرو. میلش تا بازدید. تا بازدید. مادر جان من میروم. بخیر است؟ چی بخیر است؟ یعنی با داملا سیاسی تو رهایتون آنقدر موافق نبودند. از همین سبب میپرسم جانم. هیچ. یعنی من با او درباره یک مسئله دینی صحبت کردم. سلامت باشد که به من خوب فهماندن. همین خیلی. خیر تا بازدید. تا بازدید جانم. خیلی من از پس کار میشه رفتم. یا خدایا توبه. آخر برادران مومنی عزیزم گوش کنید. داملای این مسجد امام آمنم آخر. بله، داملای مسجد این کس هستن. هجری می آید و این طرف می آید. داملا این چیه بابا؟ من آن مسئله زمین مردم همون داملای دیرونای کو داملا زیاد گفته. چه گپ باشه؟ استغفر الله. خدایا توبه. برادران آن زیایی ساخته کار باور نکنید. یک دقیقه هیچ خیلی گپ زنه ای مردک. ما نمیگذاریم که داملای ما رو تأخیر کنن. من میگویم که امام این مسجد منم چرا باور نمیکنید؟ تمام آرام شو. باور میکنیم تو هستی. باور میکنیم من برادران. بله باور بیاد. من باور نمیکنم. این دیوانه است. به عقل است. به عقل فهمید آخر هجری چرا نمیفهمی ها؟ دیوانه ساخته کار داملای حقیقی منم میگویم با شما. چرا اینو نمیفهمید؟ جماعت گوش کنید. داملای حقیقی این مسجد منم. من عزمی بلوغ هستم. عزمی بلوغ گفت؟ چی خیلی؟ آخر امکی از می بلود امام این مسجد داملا زیا است. در پایان محله یک مسجد دیگر از با اونجا رفته امامی کنید. میگویم این دیوانه است. شما باور نمیکنید. چرا از اینجا روم؟ کجا روم؟ اینجا جای من است. این مسجدی من است میگویم. تمام بس آرام شو. این قدر بسیار گفتی داملای هم باور کردیم. آدمان کارو بار دارن. تو هم از پس کارو بارت شو. یا خدا توبه. کاری من و جای کاری من اینجا. بله اینجاست. خدایا توبه. وای مگر مسجد جای کار است؟ باز داملای حقی هم میگویی. بمبر به همه روز تیواری آدم هم. بس کنده. میروم. من مفتیات میروم. میبینید از بالای همتان شکایت مینویسم. از بالای داملای ساخته اتان هم. از چشم دو شده. برادرم بود تو مثلا این زا. بیامونه. دو شده حالا میبینید دیدن باشید چکار ببخشید از شما یک چیز رو پرسم منش؟ یادم آوردم ولی انا اکنون با یادم آوردم انا وای شوهری شما هست. او داملای ساخته کار است. داملای این مسجد نیست. داملای این مسجد منم. داملای حقیقی منم. عزمی بلوط هستم. حالا با مفتیات رفته از بالای او شکایت میکنن. حالا میبیند روزش رو میبیند. اما تون روزتون رو میبیند. داملای حقیقی مسجد منم. عزمی بلوط هستم.
گوش میکنم شما اما شیرینی بیاره مایلش بزنید زهرا سلام سلام چی گپ است؟ هیچ گپ نی تو خوبی؟ خوب این نامه به شما آمده است خدای توبه این چی باشه؟ عزمی بلود اون دیوانه‌ای که در این جای ها میگرده تمام من با او میرسانم تشکر زیاد همین خیر؟ خوب من روم نباشد محلش تو بازی تو بازدید لبه بیتو اکا اگر به یکو جو رفتم خواهم تو با من میایی؟ خواهر جانم با کجایی که خواهی میروی خوب مایلش اکا جان محلش ای دامولای ساخته از بالای تو یک با مفتیات شکایت کنم بعد میفهمی که دامولای ساخته بودن چی بوده است تو به کجا نگاه میکنی؟ خوب است لیوین خانم سلین تو در اینجا چیکار کرده ایستاده؟ هیچ گپ نه گلار افتاده دستم یگون پرابلم بود لیوین تو خوب هستی؟ خانم سلین خوبی نازی سازی گوشک جان حاضرش در خطی یگون بچه گشتم بگی پول ندارم پول کشید بعد گپ میزن تو چی گفته ایستاده ای لیوین؟ میگوین که هیچ خبر هیچ وقت فراموش نمیکنن قطعی سهمی رو با یک جا شده این خانم سلین مبارک شود من یگون پرابلم ندارم گفتای مردک لیوین پروا نداره که قطعی کی میگرده لیوین خیلی چی اول تو چی ها میگویی؟ در این زمان دخترها با چند بچه میگردن از این مودا شده است خانم سلین شما هم خدم این زمان باشید و سهمرات پول داره لیکن لیوین خودش کیه هیچ کی لیوین دیوانه میشم به خدا مردک واردین در آشخانه چی خوردین خانم سلین تمام من یگان کار ندارم با این کارم من در رو فهمیدم گفتم اونم که با هیچ خبرت به امریکا میروید به هر جای شما رای سفر من چرا این گپ ها رو میگویم لیوین خودش کی است هیچ کی به خدا که دیوانه میشم بله دوست داشته پیشینه هم برگشت دوباره یک جا شدنم اون رو تکلیف کرد اما رد کردم تمام راحت شدی این رو قبول کردن نمیتونم به عقل من راست نمیآید خیر شما خیلی قرار دادید از دست من چی میآید آخر لیوین خودش کیه ای بس است اکنون بس قبول نکردم فهمیدی به هیچ کجا نمیروم در همین جا میمونم فهمیدی نمیروید آخر این رو چرا پیشتر به من نگفتید خانم سلین چقدر خوب یک دقیقه چرا تکلیفیان آدمی بدرو رو قبول نکردید سببش بسیار مهم است گفته اون مردک از برای لیمیتی خشور سیمرادی بدرو رو پرتفتی تو یگون دخل ندارد لیوین جون مگر او را از برای من نپرتفتید خانم سلین یعنی حسیات های کنم رو علاقه حس نمی کنم فهمیدم که همش تمام شده است از همین سبب تکرارا رد کردم یعنی این به تو یگون ارتباط ندارد اما من نمیفهمم چرا این رو تو به خودت میگیری من هیچ گپ نیست
سلام پدرم. میدانم که از من برای اینقدر وقت نآمدنم رنجیده. اما من نمیتوانستم. خواهرم رو نیافتم. با حضور شما آمدن نخواستم. اما بینید در آخر رو یافتم. اما نتیجه شما اکنون در من است. با شما وعده میدهم با عوضی چیزی نباشد اکنون از وی هیچ وقت جدا نمیشم. اکنون شما براحت در اینجا خوب کرده میتوان. باز مانند گذشته دایم یک جایم میشه. من از شما خانم سلین عذر بسیار میپرسم. یعنی خانم سلین من با شما اظهار محبت کردنم را گفتم. شما با من همچون دوست رفتار میکنید، لیکن من شما را همینقدر دوست میدارم سلین. همینقدر دوست میدارم که روزی که نبینمت حقم قاق میشم. شاعر راست میگه، محبت رازی ماهی باید تامخ که از آبش برون آری بمیرد. خانم سلین، آن ماهی بیرونی آب من هستم. شما برای من آب هستید. لوین من خانم سلین گوش کنید. خواستم با دلتون درایم، اما در دلتون پوشیده بود. اگر کشوده میشد به اجازت شما میدر آمدم و این گلها رو بر دلتون هدیه میکردم. گل دادم به سلین. اینجا در گپش نیست. تشکر زیاد، بسیار زیبا است. گل قیمت خریده میتوانستم، اما آن گل دسته های قیمت رو که توفه میکنن زود قاق میشود. گل را آوردم که اگر نگاهو بینش کنید هیچ قاق نمیشود. کمتر آوش میریزه ریشش که ترسید هیچ وقت قاق نمیشود. شعله آفتاب اگر برسش رنگ شما میشکفه. نام این گلو نمیدانم. میتوانید نام این گلو لیوین گذارید. لیوین میگویم که خانم سلین گوش کنید. اگر شما ما را ببخشید من چه حسیاتی که نسبت شما دارم همه آن را در قلبم گور میکنم. با شما مثل دوست رفتار میکنم سلین جان، نه که مثل عاشق دیوانه مجنون. وعده میدم مثل دوست با شما رفتار میکنم. از این پس عاشقی تمام. خیر اگر گوید که نه لیوین دوستی هم با من در کار نیست، به خدا میرم جای کار. یک پلیس دختری نو آمده با او دوستی میکنم. مایلش اگر نخواهد من میروم. مرا دیگر اصلا نخواهید دید. لیوین خواهش میکنم یک بار مرا گوش کن. لطفاً. میدونم چی گفتنت رو میدونم. شما رو بسیار رنجاندم، اما اگر با من یک امکانیت دید مرا بسیار خوشحال میکنید. لیوین آخر مرا یک دقیقه گوش کن. من دوست داشته شما شده نمیتوانم. پس اجازه دید از همه دوستی خوبتان شوم خانم سلین. لیوین خواهش میکنم یک بار مرا گوش بکن. میگویم که یک جای خوراک نیستی روزی بخوریم. مالش خانم سلین تخمین کرده بودم. قراراتون این است. مدام مرا دیگر دیدن نمیخواید، پس من هم خیلی که وعده دادم دیگر با شما هرگز روبرو نخواهم شد. خانم سلین آشو شوم. لیوین ایز با کجا میروی؟ مرا شنیدی؟ یک جای خوراک نیستی روزی خوره میگویم. یک دقیقه شما چی گفتی؟ یک جای خوراک نیستی با من؟ بله یک جای خوراک نیستی روزی خوریم تو و من، اما این دفعه سفسطه گویی نکن. آرامانه رو برو در یگان مکانی خوش خوراک خوره میگویم. رو برو یک جای خوراک بخوریم با من؟ این را شما گفتید، من نگفتم. یک جای رو برو خوراک میخورم. خانم سلین زبان شما چی میگوید؟ سلین جمعی لیوین برابر خوراک نیستی روزی. ایوا باز همون آدم. بیا ما رو ندیده از اینجا دور رویم. رفتیم. مایلش بچه خاله لیوین قد سلین خوراک نیستی روزی میروم. لیوین تبخه تو چی کار میکنی ها؟ دختر خاله در قد صدقه. همه چیزشو میپرتوید. همومم رو استفاده میکنم. این چی باشد؟ کنی بینم اینجا چی نوشته باشد؟ با عالم
عالم ابدی ره سپارستم. آن روز بسیار نزدیک است. آیسته آیسته خونم از گردش باز مانده ایستاده است. این بیماری نعمتی بی‌بهای است از جانب خداوند به من. پیش از به عالم ابدی رفتنم اولا از گناه پاک می شوم. با عنایت خدا مرگ آنطور دهشت‌آور نیست که ما و شما می پنداریم. یا خدای توبه، سیاه می مرد. نباید این خیف شود. چنین نمی شود. مرا ببخشید خانم زهره، با فکرم شما را بسیار انتظار کناندم. همامتان را استفاده کردم. این چه خیلی گپ؟ هیچ گپ ندارد. استفاده کنید، استفاده کنید. دائما استفاده کنید. زهره تو خوب هستی؟ من خوبم، شکر خدا. شما چه خیلی؟ من هم خوب هستم. اوه خوب باشید. ماشاءالله. بعد از بیمارخانه این چی شدن؟ عجب و نسبت من حسیات و جیوز شد. انیق خوب هستید همین طور؟ خوبم زهره، راست گپ خوبم. خوب خوب، من با مسجد میروم. معلوم وقت نماز شد، باز در نمانم. نمی شود. نمی شود؟ می شود. بسیاری بدکار میکنید که میگویم یک به تعطیل روید. به تعطیل؟ با مسجد باید روم. آخر من رو انتظارم. با اجازه. من رفتم. احتیاط شوید. تشکر. سالی بزرگ رو پسی سر کردم. نسبتی همسرم یک شوهری خوب، نسبتی فرزندانم پدر خوب و نسبتی جماعتم به امام خوب شدن حرکت کردم. الکی وقتی به نزد خدا برگشتن رسیده است و مثل گفته حضرت یونس از بطن مادر به دنیا آمدیم، از بازار کفن خریدیم رفتیم به مزار. دمروزی اویله دار بوده است، فرزند داشته است، پدر بوده است. نه جانم، 70 سال اونقدر هم جوان نیست. این دمروزی نیست. یک بار چون مایزده شده بود که با جای مرا بوسه کردن، رفته محبوبه صاحب مرکزی دلخوشی را بوسه کرده بوده. می‌دونی؟ آخر دملای این مسجد دمروزی است. عزم بلوتش کست؟ داملای حقیقی این مسجد منم. عزم بلوت هستم. این نامه به شما آمده است. خدای تعالی این چیست؟ عزمی بلوت. تو کیستی دمروزیو؟ کیستی؟ چته بگو که من پش نکنم. برادر یک دقیقه اینجا بیا. مرا میگویی؟ تو را میگویم. کلاغاز چی خدمت کنم؟ کنین تفیگا باشه چینجه کی شما؟ ما برای قرضی به سرداری مداشتت را به خاطرت آوردن آمدیم. اون قرض 50,000 میگویی؟ همون قرض تو نگیریم از اینجا به هیچ کجا نمیرویم. سردار گفت که در پایش میخ زنید. کنی پایت را دراز کن. اکا شما بیعقلین؟ در بین کوچه در پای آدم میخ میزنید. البته ما هم عقل داریم. قرض به قیامت نمیمونه. میگه قرض به قیامت مونه وزبین میشود. پول کشید پرداخت میکنیم. حاضر راننده یک اکه قلیاردر شدگیم. همین که اویله کداد بعضی رمضان میتونونه. از برای اون که سری وقت پول رو نآوردی به پایت میخ میکوبی. اکا جان ای خدا بترسین و این کارو نکنیم و بولای. شگاب نزن. یک برادرم از من 100,000 قرضدار است. اینا به نظم اومده ایستاده است. سلام علیکم. اوکیست. اگر حاضر قرضم رو کرد کار شما حل برادر گذارید رفته با او صحبت کنم. گوش کن حالا تو میروی ما تو رو در اینجا انتظار میشویم.
او فکری گریختن رو نکنی که این دفعه دستگیر کرده با سرات میپرونه. فهمیدی؟ مایل شکر این خیلی نگویه نخواد از شما برای آدم گریخته شود. انا خوزی گیرسته میویم مایلش اکی جوهر دولت بسرون 130 سال چوی اکی جوهر رقص کن دلدین دین لدینه دلدین دین لدینه چیکار میکنی؟ چرا رقص میکنی؟ ای خدا تا من کاری تو رو حل کردم تو خوشت میگی چرا رقص میکنی؟ چرا رقص میکنی؟ دلینه کار رو حل کردی؟ البته حل کردم راستی اکی جوهر مرده که سخن کردن سخنش میستم من گفتم که روزش میکنم هجری رو روزی کردم خیر حلال بان بر تو پسرم من که گناهی تو را گرفتم مرا فره میکنم تو فکر کردم بیا تو رو بوسم اکی من شیطان تشنه لای او میبرم اما اکی میدونی هجری بسیار پسر شرمگین است انا مسئله پول و مال رو اونقدر نظر میبینم او با کارهای این دنیا سر و کار ندارد میدونی که با اون دنیا سر و کار دارد مسئله پول و مال رو با من گذاشت یعنی هجری حالا زمین را با پول فروختن میخواهد؟ نه با بوسا میفروشه البته که با پول میفروشه چقدر پول میخواهد؟ چقدر اکا جواب 50,000 کرون طلب باورم نمیآید بسیار با نرخ ارزان میفروشد زمین را با نرخ ارزان میفروشد بیا یک باری دیگر بوسه کنم تو را لیکن اکا جوار و سوچخش 50,000 میگویی قسمی اول شد قسمی اول؟ حالا زمین را با طریق کردیت فروختنی است این کردیتش از کجا برآمده؟ این کردیت چیز بلا زنده خدای به خدا که صاحب زمین من نیستم این را با هجری حل کنید در حال میخواهد بله در حال حتی بسیار در حال بسیار میخواهد پرابلم بسیار وزمین داره بشوره دیگر راه نداره اکنون پول را بدیم قسمی اولش رو ده بگرم میزن قسمی اولش ها؟ بله دیده شما بگیر خداوند امیریست که هر کس هر خیل میداره انا اکو تو در اینجا بسیار نگرد به هجری هم یگون گپ نگو که پسر شرمگین است از فکرش نگردد در این بین شما من میونارم هر چیزی شد به من میگوی مایلش یعنی این مسئله رو تو خودت حل بکنه از من چیزی میخوای تو منو میبینی حالا من به تشویش که وزنینی شما در گردن من باز میبینی سلام مایلش که بپرو گشتن تشکر خیر خداوند همین تک مشکلی که دیگه افشا نبینیم اکا جانو قرض آن خیل به خنده میگیرن اکا جانو خیر مجبوری را قبول کنین با سردارتون گوین که به سری من هر مرغه روان نکنه بریم اینجا حساب نکنین اوجا بریم با حساب کنین بیلسوم که مونان در رو یک قرضدار به خودش رو میزنه در نام مرم خدا جان که هیچ وقت مرا بریس نمیمونی میگه از تو حرکت از من برکت بابی اکرم گیرم یک طرف خانه برای میخواه بجنبونه امروز نماز جمعه فرض خداوند رو به جا آوردن برکن بله محترم جماعت موضوع امروز همون دفتر رو فراموش کردم برای من کرده های خدا را رعایت کردن پیغمبر حضرت یوسف را همه اتون میدانید البته سریال شدیدگی مگر نمیدونیم دو برادرانش او را به چاه پرتافته بودن بله اساساً خلستو اما چاهی اساسی حضرت یوسف زلیخا بود از این شاه باشد سربلندانه برای برآمدن موفق شده است یعنی 40 دامولا؟ اما محترم جماعت حضرت یوسف از طرف برادرانش به چاه پرتافته می شود و از آن چاه او را کاروانی که از آنجا می گذشت نجات می دهد اما حضرت یوسف چنان روی نورانی را صاحب بود که او از طرف وزیر مصر خریده می شود همسر وزیر مصر زلیخا باشد چون حضرت یوسف را می بیند آتش می شود یعنی با او عاشق می شود محترم جماعت عاشق دوملو در دیدن اول اش گفتید که برای ما هم حکمش گذرا است
البته اما عشق زلیخا عشق اینو نبود. او در این راه تمام ثروت و دارایی‌اش را صرف کرده است. چه انسانی مبارک بوده است. اتت نمت را تو از کجا میدونی؟ زلیخا ذکر کردن شمالهای شبانه را در حق حضرت یوسف و در آسمان نام حضرت یوسف را نوشتنی ستاره ها را گفته است. یعنی تا این درجه عاشق شده است به حضرت یوسف. تشکر. سلام مانده نباشه. سلام تشکر. به من زیا بیلگین در کار بودند. او داملوی مسجد است. زیا بیلگین؟ زیا بله. غمگینم خانم. زیا بیلگین وفات کرده است. چی؟ متاسفانه خدا رحمتش کند. پس اونی که در حجره من خوب است اون کیست؟ لبای خانم؟ به شما نگفتم. یا خدای توبه. داملا زیا داملای سوخته بوده است. محترم جماعت، حضرت یوسف بسیار بنده خوش اخلاق است. مردن رو اولا میشمارد و با همسر شاه با چشم بد نمینگریست. در این حالت زلیخایی که عشقش رو با فریاد اعلان میکند به گوش مردم میرسد. اما حضرت یوسف رو دیده با عاشق نشدنش مگر کار سهل است؟ با من آدمانی را که گپ میزنن نشان دهید میگوید زلیخا و تمام زنها را به خانه‌اش دعوت میکنند. یک دسترخوان آراسته در نزد هر یک زن میوه و کرد میگذارد. زنها هنگام با کرد پوست کردن میوه ها نوری روی حضرت یوسف آن مکان را با چنان نوری اسرارانگیز پر میکند که در آن حالت چشمان زنها بغیر از روی حضرت یوسف دیگر هیچ چیز رو نمیبینند. در یک وقت همه در کجا بودند و چیکار کردنشان را فراموش میکنند. در این اثنا زنها دستان خودشان رو میبرند اما چیکار کردنشان رو نمیدانند. زلیخا باشه چنین میگه انا من برای زیبایی بغیر از یوسف دیگر تمامی کلمه ها را هم از قلبم هم از لغتم بیرون کردم. جماعت عزیز، این چنان عشق است که برای این حضرت یوسف حتی زندانی شده است. چشم عشق انا همه خیلی کور است. داملا پیغمبر حضرت یوسف را چرا به زندان میپرتایند؟ این را من نفهمیدم. از سبب به عشق زلیخا جواب نگرداندنش ها داملا؟ یا سبحان الله. باز سر کردم. اینجا مسجد است. مسجد. ایرج زنم چه بگی؟ ای نفقه خور با سر نکن. پیشت را نگاه کن. از برای به عشق زلیخا جواب نگرداندنش یعنی با دیگر معنا از برای به نفسش گوش ندادنش. محترم جماعت، برای به تهمت زلیخا گرفتار شدنش زندانی میشه. قصه رو با دوام میدیم. حالا نماز رو ادا کنیم. خدا از همه امان راضی باشه. جماعت صفها رو راست کنید. قامت گفته این چی خیلی میشود؟ زیا بیلگین هم نیستی. پس کی هستی ها؟ پس کی هست این آدم ها؟ آقای سمی خوب هستی؟ خانم بیتور میگویند که دکتر به نزد بیمار میآید تا که صحت کند. من باور نمیکردم. بخشی شوبه چی شد؟ یک بار دیگر این خیل هم شده بود. ناگهان اطراف همه تاریک می شود. خریدی از هوش می روم. لیکن از هوش نمی روی. بله اما مانند از هوش رفته می شوم.
فهمو خیر این در کدوم حالت و در کجاها می شود؟ در اینجاها می شود. در اینجاها؟ یعنی در عموم در مکان‌های محکم وقتی ماشین راندنم. یعنی شما را از چی شکایت دارید؟ انا از هوش رفتن یک پهلو شده ایستادن مانند اونه که از پا میمونی. فهمیدم. هر چیز زودتر به نزد یگان دکتر روید. حالا در نزد دکتر هستم؟ بله وون، لیکن من دکتری کودکانه هستم. سمی تو در اینجا چی میکنی؟ ناراحتم. تا با رفته در دیگر جا ناراحت بشه. اکا دومولوزیو با فکرم عصبهای آقای سمی خسته شدن و این بیماری است که معلوم نیست که در کجا با آدم رخ میدهد. عصبانی من عصبانی پسبانی نیست، این رو سرش بیراند. برادر رفته در دیگر جا آرام شو. دیگر جا نیفتی ها؟ به طول دور شو که میکشمد. چی؟ آقای سمی حالا خودتون رو خوبتر حس میکنید؟ با فکرم خوبتر حس میکنم خودم رو. اما شما حتما به نزد یگان دکتر روید. در حقیقت سپاسگزارم تا بازدید خانم بیتول. روز بخیر دوملا زیاد الله. گم شو. روز بخیر. بیتول آخر این سمی احمق روزهای آخر در گرد تو بسیار گشته ایستاده است. التماس از او دور شو. اکا جان من تنها کمک کردن خواستم. با کسی بد مانند است. خیلی آدمی بد است. اینه التماس از او دور شو. مایلش بعد از سالهای زیاد اکم رو یفتم مگر از گپش میبرایم. حاضر کار داری یا نه؟ نه. بیا در اینجا چای نوشیم. مایلش می نوشیم. رفتیم. خانم سلین مرا اونقدر خرسند کردید که راستی گپ من از آن میترسم که شما را از دست میدیم. همچو دوست خانم سلین، همچو دوست. لوین اون گپی دوست گفتن رو لطفاً با آخر برسون. یعنی من میدونم که با من حسیو داری. بله چی؟ یعنی بله در حقیقت میدونید؟ البته که میدونم. با حسیو تویت هم احترام میگذارم. اما اگر در نزد من گپ های دوست رو گپ نزنی بسیار خرسند میشم. یعنی نسبت یکدیگر درست باشه. خانم سلین گپ زدن گیرید. بر روند دلی من گپ زده ایستادید. دیگر خانم نگوی. سلین جان. تنها سلین. سلین. لوین نسبت تو درست میشم. یعنی چی جای دروغش است. با تو وقت گذراندم به من بسیار خوش است. بسیار شیرینی، بسیار مهربانی، بسیار انسانی وقت خوش هستی. اما حسیات البته که چیزی علایده است. آخر میدونم خانم سلین. نه سلین جان، نه سلین، تنها سلین. یعنی من همین رو از خودم پرسان شدم. گفتم که عجبا من به خانم سلین بسیاری بد فشار آورده ایستادم. خانم نیست، خانم رو پرتافتیم. یعنی من شما رو گفتم که دوستتون میدارم. شما کمتر ترسیدید؟ یعنی نترسیدم اما کمتر حیران شدم. کمترک؟ کمتر. لیوین؟ محتاب؟ این توی؟ البته این منم. بیا تو رو خوش گیرم. بیا یک اچاقت کنم خوب هستی. محتاب دختر زیبا بودی، سرت را سرخ کردی باز زیباتر شده ای محتاب جان. از راستی میگویی؟ با خدا که راست میگم. با خدا که تو هم بسیار زیبا شده ای. من در اون میز نشسته بودم تو رو نشناختم. تو نیز من رو ندیدی؟ نه جانکم. با چی کار مشغولی؟ از خفه کار و بار زندگی. من پلیس شدم. تو جدی میگویی که پلیس شده ای؟ اما من میدونستم. میدونی تو در کودکیت هوشیار زیرک بودی. گربه های در بالای درخت بوده رو دایم تو پایان میفرآوردی. اون وقت تو در خیال چقدر دختران بودی. تو میدونی که اونها تو رو خیلی دوست میداشتن. اینه جانی خبر من نکن که ایزا کشید. من شاد شدم. نامی من سلین. من هم شاد شدم. وای اویلادور شدی علی بی؟ نه جانم مگر خیلی میشود. ما تنها با خانم سلین دوست هستیم. من را ببخشید که شما را شناس نکردم. محتاب دوستی کونه من از ایام مکتبی از سال 91 در مکتب میانه دایم یک جایی بودیم. یعنی همین خیر؟ این باشد خانم سلین دوستم، یعنی که دوگانم. شما هم پلیس هستید؟ نه پلیس نیستم. باشد
هیچ کس مکمل نیست. محتاب ببین کو بشه چخچخ کنیم بشین بنشینم؟ مرحمت چین تو نمیرسیدی. محتاب ببین چیکار کرده گشتی؟ شو کردی نکردی؟ کنی گپ زن. نه از کجا؟ دختر تمامی بچهای مکتب اقفات میدویدیم وقتش نگرفتی. پسرانی زیبا هستند و میدونی مانند تو خوب و با معرفت نیستند. لیوین محتاب جان رحمتی کلانو کمتر از گپات ایسا کشیدیست. چرا شرم میکنی؟ من راستش رو گفته ایستادم آخه تو بسیار پسری میفهمیدگی هستی. اونه که با تو ازدواج میکند راحت میکند به خدا. مدام که این خیل است تو با لیوین اویلا دور شوم میخیل نه؟ بسیار شخصی میفهمیدگی. من بعد از چی میروم؟ با راحت صحبت کنید. با او چی شد؟ لیوین راستش رو بگو این دختر دوست داشته ای تو؟ چرا نگفتی؟ نه از کجا محتاب ببین ما دوست هستیم تنها با او دوست هستیم. این چی نزدیکی هستن؟ چی شده ایستاده است آخر؟ نه تو بسیار زیبا شده ای، نه تو بسیار پرقوت شده ای. چی شده ایستاده است؟ چی شده ایستاده است؟ دوستی هم حد و حدود دارد. این چی صمیمیت است آخر؟ لیوین هم حلال بود. من در میز نشستم اون دختر اومد مرا فراموش کرد. حیف بود. به خدای سیلین آرام شو آرام. آرام شو. آخر این دختر کیست؟ به نخونی من نمیارزد. از او دیده من بسیار زیبا هستم. هم آخر لیوین مرا دوست می‌دارد. البته آخر لیوین مرا دوست می‌دارد. مرا ای سیلین تو چی گفته ایستاده یا؟ اخلاق رو گم کرده ای. سرسته نبود. چی شد؟ دوست داشته کونت رفت؟ چی میموند آخر؟ ای چه خیلی دوست داشته کنم خانم سلین. ما تنها دوست هستیم. شما ما را خطا فهمیدید. دوست بودنتون بسیار معلوم است. بس معلوم است دوست بودنتون. معلوم دوست بودن. با من چی ها؟ دختر خالای گوزنود معلومه که لیوین در رشک کرده استوده. این چه سفسته ها؟ من چرا با تو رشک کنم؟ سفسته است. رشک میکردم. ما را ببخش عزیزی دلم زلیخا. تو چرا میخندی؟ هیچی نه یک فکر در سرم اومد. چی علاقه دارد من چرا با تو رشک کنم؟ چرا رشک کنم؟ در حقیقت سفسته گفته ایستاده لیوین. در حقیقت سفسته گفته ایستاده. راست هیچ گپ نه. خوراک رو دوام میدی. اشتیاق دوام. یگان پیش خدمت این میز رو نگاه نمیکنند. نه اگر نگاه نکنید ما از اینجا خسته رویم. این چه احمقی هستن؟ تمام خانم سرین کسی اکتا دور پرتا ما ایشم بشکن. های داملای سخته چه خیل همه را فریب کرد. از همه بسیارتر مرا. این رو بین این رو چه خیل خودش رو مانندی داملا میگیرد. شیطان. اما من به تو نشان میدهم. زیا در حال به اینجا بیایید. لبر خانم لطفاً یک به اینجا می آیید. با اجازت شما. چه شد خانم زهرا؟ بسیار چیزی مهم شد. بخیر از چی شد؟ چی شد؟ باز خودتان رو به نادانه میزنید؟ خیلی خودم رو به نادانه میزنم. شروع میکنم.
مایمون تو کی هستی؟ حیوان تو چی منو فریب کردی ها؟ من یکم کار نکردم دید دستم چه کار نکردی؟ از برای توش همه پول هایم رو بایی دادم دیوونه چی تو ها؟ در بیرون نخواهد که احوال تا بعد میکنم سگرم ایستا از اون یکی جنجال بکنی پول بای دادگیت رو سپار فهمیدی؟ اینه که تو هم با همین پول چسبیدی ما در چی خیالیم و این مردک باشه در کی چی خیال است من پولا رو در خانه فراموش کردم با ما شوخی کرده ایستاده ای؟ نه استغفرالله چی خیلی شوخی کرد اجازتی من رفته قبچوی پول از خونه گرفته میآیم پول رو در همین جاته برادر اجازه ده بر رفیقم زنگ زنم پول ها رو گرفته میآورد میمون با من بازی داری ها برادر هیچ خیلی گپ زنی سخنات سنجده گپ زن گفتیم که میاریم من پول تا میاریم اخی کنی بگو چی خیلی میاری بیش که برادر من آدمی اندک مندک نیستم من یگون وقت وعده خلافی نکردم گفتم که پول تا میارم گپ زنی رو بینی ها تو خودت کی هستی من کلتکیلسم بله خانم زهرا گپ زنه جوابتان رو انتظارم من چی کار کرده ایستادم اگر دامولوی ساخته بودنش رو برایش گویم همه میفهمد بابایم باشد نابود میشود خانم زهرا گپ زنه جوراب‌هایتان را دائما در حجره من پرتافته میروید من به شما خدمتگار نیستم فهمیدید برای همین گپ به اینجا اومده بله برای گفتن این به اینجا اومدم لطفاً کم ترکک با تربیه شوید برای شما مردان تازگی آنقدر مهم نیست میدونم ولی برای ما زنها بسیار مهم است جوراب‌هایم بله جوراب‌هایتان رو عجیب بسیار هم عجیب این شمایید عجیب شما چرا اینقدر بلند گپ زده ایستاده اید من تنها عجیب گفتم من هم باشم شمایید عجیب گفتم آخر نیتر باشد برابر شدیم چی گویم برابر شدیم چی گویم بابا میبینید آخر خدایا صبر بده